رامبد. بله. رامبد کوکا او جریان بود راجع به گرد و خاک و اینا حرف زده بودیم. خب آقا خیلی خوششون اومده بود مردم، یعنی گفتن جناب خان هر چی میتونی در مورد فواید گرد و خاک صحبت کن تو هوا. به ما میگن پدر گرد و خاک ایران. به جان خودم پدر گرد و خاک. آره هر چی پدری داره تا آره. پدر گرد و خاک شدم پدر گرد و خاک. آره میخوام کتاب بدم گرد و غبار به زبان جناب خان، میخوام بدم بیرون. خیلی فواید داره. یکیشو او دفعه نگفتم بهتون. چی بوده؟ نگاه کن ما بارها شما چون یه متریمون هم نمیبینیم دیگه، تو هوا پر گرد و غباره. خب بارها شده از خونه اومدم بیرون، مثلا برم خونه خالم، خب ما که نمیدیدم، اشتباهی رفتم خونه عمم. اینقدر عمم خوشحال شده، اینقدر به جون این گرد و غبار دعا کرده که نگو. آره میگن خیلی برای صله ارحام خوبه این گرد و غبار. اشتباهی معلوم نی کجا میری دیگه. یه وقت خدای نکرده خونه غریبه نری. اتفاقا 2 بار رفتم. از کجا سر در آورده بودی؟ زندان. آره دیگه. بعد چی شد همونجا موندگار شدی؟ نه دیگه خشابخان دایم وثیقه گذاشت. الان بیرونم دیگه. ولی خدا رو شکر سوء پیشینم دیگه کامل شده. آره نباید داشته باشی اون سوء پیشینه رو. چرا دیگه میگن عدمش مهمه نه خودش. بابا عدمشو نمیگن دیگه، میگن خودشو باید بیاره دیگه، میگن سوء پیشینه تو بیار. ما هم دیگه کامل کردم خدا رو شکر. خدا رو شکر جان. به جان خودم اگه برای بوس اومده باشی دقیقاً برای همین اومدم. بیا بالا خودت لوس نکن. بیا بالا. پات از زندگی ما بکش بیرون. نمیتونم